شرم نکرده باز میگوید که محمد شریف عبدالعلیم را تعلیم عربی ما دادیم، ما تعلیم عربیش دادیم که کفرنا را گفتیم غلط است، برآمد گفت کو به کله گرفت. میگد ای جاهل، ای گمراه، تاجیکی را هم نمیفهمی. من کفرنا دا غلط کردگی نیستم، من گفتم فقط در والموعظه الحسنه غلط کردگی هستم. ببینید چطور دروغگو است، پررو است، چطور بی حیا و بی شرم و بی ناموس است. دانسته دروغ گفته سای مردم شنیده سن گپای ترم رادیوی مرم، تو چطوری مردم دروغ میگویی ای جاهل؟ و در آخر گفتنی هستم ای ابو تکفیری، اگر تو مرد هستی، اگر تو وجدان داری، اگر تو ایمان داری، برآمده خیانت های علمیت رو اثبات بکن، برآمده غلطخوانی قرآن رو اثبات بکن، برآمده غلطخوانی عربیت رو اون ادوکتت نشید یک ادوکت دیگر بگیر اثبات بکن، و تکفیر کردن عالم ها را اثبات بکن، و تحقیری که پیامبر و صحابه و اینها را که کردگی هستی یا توبه بکن یا که بیا اثبات بکن که مردم توی جاهل گمراه را بشناسن که تو اصلا دشمن دین هستی، نه اینکه خدمتگار دین. تو اصلا دشمن اهل سنت و الجماعت هستی، نه اینکه یکی از پیروان اهل سنت و الجماعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران اعتقاد اهل سنت و الجماعه، بنده محمد شریف عبدالعلیم میخواهم یک ثبت کوتاه به سمع شما برسانم که این ابو تکفیری، تکفیری بودن، داعشی بودن، خارجی بودن خود را در این ویدیوی اخیرش آشکار و روشن کرد که درباره آتئیست و شبکه و کپکه میخواهم کمی صحبت داشته باشم در این ثبت. اما پیش از اونه که درباره این دو موضوع صحبت بکنم، اولا میخواهم درباره ثبت‌های گذشته که ما جوابهای دندان شکن، جوابهای گلوگیر، جوابهای علمانه با این ابو تکفیری دادیم. اولا درباره خیانت‌های علمیش، ابو تکفیری جاهل سکوت را اختیار کرد، چیزی نگفت. و درباره غلطخوانی قرآنش همچنین چیزی نگفت این ابو تکفیری. و درباره غلطخوانی زبان عربی ادوکت گرفت سفید کننده، اون ادوکتش هیچ فایده اش نکرد، هر دوشان شرمنده و خوار و ذلیل شده گریخته رفتند. و درباره تکفیر کردن عالم ها، شیخ البانی را مشرک گفتن خودی ابو تکفیری و شاگردانش، و همچنین ابن باز و شیخ عثیمین را تکفیر کردن خودی ابو تکفیری که عذرش داده، میگه که کافر شدن اونها، این ابو تکفیری عذرشان داد. تکفیر کردن این سه عالمی اهل سنت و الجماعت. در این ویدیوها هیچ جواب ما نگرفتیم، نه جواب علمانه، نه جواب به مستوای خود ابو تکفیری احمقانه، همچنین جواب ما نگرفتیم. به هر صورت اینها برای گوش کنندگان، برای شنوندگان، برای طالب علم ها واضح هست که بی جواب ماندگی هستند این سخن ها. اما این موشی خانه علیش کنک هر سبت موضوعش علیش میکند، از هر سبتش خطا و غلط چه پیشکش میکنی، گویا دیگر اون غلط و خطا را شنیدگی نیست، زیرا اینکه برای این اجازت نیست که خطای خود را به گردن بگیرد. از این حساب هیچ گاه این انسان خطای خودش را به گردن نمیگیرد، اما میشنود و پنهانی خپودم اصلاح میکند خودش را، لیکن آشکار و واضح این چیز را در بین مردم نمیگوید، زیرا اینکه عادت داعشی ها، عادت تکفیری ها، عادت خوارج همین هست که ابو محمد تکفیری را شما میبینید. به هر صورت این ویدیوهای ما به جواب ماند و این ویدیوها تا به حال جواب خودش را نگرفته است. این ابو تکفیری بعد این قدر بیان کردن ما دو ویدیو کرد و در این باره اشاره هم نکرد. این برای شنوندگان آشکار و روشن. اما بگذاریم در موضوع آتئیست. وقتی که بنده را سوال کردن درباره آتئیست،
آن چیزی که من خودم مشاهده کردگی بودم، معلومات داشتم، از اون جواب گفتم. یعنی چی؟ یعنی خودی بنده محمد شریف عبدالعلیم می دیدم بعض انسان ها را که خودشان را آتئیست می گفتن، مسجد می آمدن، نماز می خواندن، روزه می گرفتن و برابر مسلمان ها احکام شرعی را به جا می آوردن. این را با چشمان خودم دیدم و با گوشهای خودم شنیدگی هستم. و همچنین کمونیست، خودشان را کمونیست می گفتند و نماز می خواندند و روزه می گرفتند. این را با چشمان خودم دیدم و با گوشهای خودم شنیدم. از این حساب وقتی که بنده را سوال کردند که آتئیست حکمش چی است، من دیدگی و شنیدگی خودم را پیش رو آورده گفتم که برایش پیشکش میکنیم که آیا الله را یگانه میداند یا نه. اگر بداند، اگر پس اون مسلمان است. برای این لفظی بدبختی و برای این لفظی ناخوب ما او را نصیحت میکنیم که خودت را آتئیست نگو، کمونیست نگو، نصیحتش میکنیم. اما اگر که ببینیم بگوید نه الله یک و یگانه نیست، پس در این صورت ما تکفیر عینش تکفیر میکنیم. آتئیست اعتقادا اگر آتئیست باشد یا کمونیست اعتقادا کمونیست باشد، عینش کافر است در نزد اهل سنت و الجماعت. این اعتقاد ما اهل سنت است. اما درباره آتئیستی گفتم که ابلاغ حجت میکنیم، اون آتئیست هایی که در حزب آتئیست هستند، نه که در اعتقاد آتئیست. چطوری که در حزب کمونیست بودن، مسلمان ها نماز میخواندن، روزه میگرفتن، لیکن در حزب کمونیست بودن. انا همین طور انسان هایی که در حزب آتئیست باشن اما مسلمان، یا در حزب کمونیست باشن اما مسلمان، اینها را ما تکفیر نمیکنیم. ما اهل سنت و الجماعت کافرشان نمیدونیم، اما اونها را نصیحت میکنیم برای این الفاظ را استفاده بردن یا دور شدن از این حزب‌هایی که دشمنی به دین الله و دشمنی به اعتقاد مسلمان ها دارد، از اونها دورش میکنیم. پس جواب بنده درباره آتئیست در اون چیزی که گفتگی هستم ذره خطا وجود ندارد، زیرا اینکه شاید بسیاری از شما شنیدگی باشید، بالخصوص 10 سال و 15 سال و 20 سال پیش مردم خودشان را آتئیست میگفتن، نماز و روزه نماز میخواندند و روزه میگرفتند و خودشان را کمونیست میگرفتند، در بری مسلمانان نمازخوان و روزگیر و یکی باز از با تقواترین انسان ها بودند. از این حساب ما اینها را برای نسبت دادنشان به حزب آتئیست و به حزب کمونیست کافرشان گفتن نمیتوانیم، بلکه اینها یکی از مسلمان ها می باشد در نزد ما اهل سنت و الجماعه. این بود جواب بنده درباره آتئیست. باز تکرار میکنم که آتئیست اگر اعتقادا آتئیست باشد، به وجود الله، به معبود بودن الله ایمان نداشته باشد، عینش کافر است. این اعتقاد اهل سنت و الجماعت. اما درباره شبکه یا کپکه، در اونجا اشتباه شدگی است که من شبکه گفتگی هستم، اصل من کپکه گفتنی هستم. این ردیه را من دادگی بودم اون کسی را که این ابو تکفیری از بین ویدیوش گرفتگی هست، اون جاهل گمراه را من ردیه دادگی بودم که در اینجا شبکه گفتم، من کپکه را در نظر دارم. از زبان من لغزیده و سهوا و خطااً شبکه برآمدگی است، اما در اصل من شبکه را در نظر ندارم، بلکه کپکه را در نظر دارم. یک مسئله. و دویم مسئله، کپکه را باز شرط گذاشتگی هستم. اینها ثبت اصلی مرا پیدا نکردن، فقط از بین گپ مرا بریده گرفته ماندگی هستند، اصل گپی مرا پیدا کردگی نیستند. اصل من شرط گذاشتگی هستم که همون کپکه که در پیشانیش علامت های کفر باشد یا بیرق های دولت های کفری باشد، پس انا همون شبکه و کپکه را ماندن این علامت کفر است. من نگفتم کافر است، این گفتم این کارها را کافر و فاسقا میکنن و مسلمان دانسته و فهمیده این کار هیچگاه نمی کند.
اما این ابو تکفیری از اونجا بریده از این سخن را. چطوره که قولای عالم این عادت دارد. ابو تکفیری دیگر عادت شدگی است، بریدن قول عالم، بریدن قول طالب علم، بریدن قول مخالفش، جایهای مخصوصش گرفته برای حکم به کفر کردن که دیگر این از الله نترسد، این فاسق دیگر این پروای از قیامت نداشته باشد، حکم کند همین لحظه براش کفایه میکند. این ابو تکفیری این کارا که کرد، الله تبارک و تعالی ببینید چطور خارج دلیلش گردوند که کسانی که اون ثبتای مرا گوش کردگی بودن میدونستن که من گفته بودم که شبکنه بلکه کپکه را در نظر دارم و کپکه را با همه اش را نه، همون کپکه را که علامتهای کفری در پیشانیش گذاشته شده می باشد. و درباره این حدیث آوردگی هستم، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رو که من تشبه بقوم فهو من. من دلیل آوردگی هستم، حدیث آوردگی هستم، از پیش خودم چیزی نگفتم که این نشانه و علامت های کافرها می باشد. من کافر نگفتم، بلکه گفتم نشانه و علامت های کافرها و فاسقها می باشد. پس این ابو تکفیری این سخن رو پیش کرده، فکر کرد که می تواند با این اون خیانت ها و غلط های قرآن و عربی را خوانده اش را و تکفیر کردن عالم ها را در پشت این پنهان کند و تحقیر پیامبر و صحابه و عالم ها را خیال میکنند در پشت این میتواند که پنهان شود. اما ای ابو تکفیری در پشت این تو پنهان شده نمیتوانی. پس این دو جواب با تفصیل شد. آتئیست چطور گفتم اعتقادا اگر آتئیست باشد عینش کافر است، عینش بدین است. اما اگر در حزب آتئیست باشد وابسته به اعتقادش چطور گفتم که دعوت کرده می شود، راستکی تکفیر کرده نمی شود، زیرا که شاید جاهل است، نمیداند که این آتئیستی چی می باشد. این دو مسئله. و مسئله بعدی، این ابو تکفیری در یک ساعت گویا که بنده را تکفیر کرد. این یکم بار تکفیر کردنش نبود برادران، پیشترم تکفیر کردگی بود در یکم ویدیوش. حال قطعی من صحبت نکرده در یکم ویدیو مرا تکفیر کرده. به همین سبب که بنده برآمدم از ایمان و از دینداری خودم دفاع کردم که بنده محمد شریف عبدالعلیم نه کافر هستم و نه مشرک، الحمدلله که مسلمان و موحد هستم. از این دفاع کردم. اما این ابو تکفیری در این یک ساعت ویدیو آوردگی شال خطاهاش نمیگیریم، صححا مذهبهم، این قولایی که آوردگی است حاضر اگر که ما این را بیاریم باز این ابو تکفیری همه این گپای ما را فراموش میکند و خطای گراماتیکی را میخپد که شما خطای گراماتیکی میخپید. از این حساب در اینجا من خطای گراماتیکی را همچنین ذکر نمیکنم، یک مسئله. و در اینجا چند تا خیانت در قول علما کرد، این را هم ذکر نمیکنم، زیرا که ما ثابت کردیم خائن بودن این را و اینها را یک جانب میگذاریم. و این ابو تکفیری دلایل عام را آورده به خاص بار کرد. چطوره که من این رو در ثبت در وقتی که تلفنم کردگی بود گفتم که تو دلایل عام را به بالای خاص میاری بار میکنی. در انا همین جا همه کاری کردگیش انا همین بود، دلایل عام را گرفت و در بالای خاص بار کرد، یعنی که در شخص معین. اما این کاری کردش مخالف اعتقاد اهل سنت و موافق به اعتقاد داعش و تکفیری ها و خوارج است و بس. اعتقاد اهل سنت این را قبول ندارد. و مسئله بعدش که میگوید مشرک را مشرک نمیگوید، برادران مشرک بت پرست را عینش را ما مشرک میگوییم. ما اهل سنت و الجماعت یک انسانی که بت میپرستد، یک انسانی که شرک در بری الله میره، تنها بت نه هر چیزی غیر الله را عبادت قرار میتید و عبادت میکند، مشرک واقعی را ما عینش را مشرک میدانیم. این اعتقاد ما هست. اما ابو تکفیری میگوید وقتی که مشرک را مشرک نمیداند، نمیگوید، قصد این چی است؟ در ثبت‌های گذشته گفته بودم قصد این مسلمانان تاجیکستان است. مردم تاجیکستان که نادانسته در کدام ممانعه‌های دین میافتند، با گفت این ابو تکفیری بگیریم باید ما اونها را مشرک بگوییم. اما از الله پناه طلب میکنیم از این اعتقادی خبیث، از این اعتقادی خارجی ها و تکفیری ها. و مسئله بعدی درباره عذر دادن، میگوید که عذر دهنده مشرک است، عاذر المشرک است. میگوید ما چطور بیان کردم که مشرک واقعی را عذر نمیتیم، مشرک واقعی مشرک است. اما مسلمانی که در شرک افتید، مسلمانی که
ممانع تکفیر در اون وجود داشت، خطااً یا از جهل یا اکراهاً در شرک افتید، در کفر که افتید، ما اهل سنت و الجماعت اون را عذر میدهیم. چطوری که از قول ابن عثیمین با تفصیل در سبتای گذشته این را بیان کرده هستم که ابن عثیمین هم همچنین عذر میتید. ما اهل سنت و الجماعت در عموم از شیخ الاسلام ابن تیمیه شروع کردگی و از هر عالم اهل سنت رو ببینی عذر میدهد انسان جاهل، مسلمان جاهلی که در شرک میافتد یا در کفریات میافتد، اونها را عذر میدهند، زیرا اینکه این اعتقاد ما اهل سنت و الجماعت است. پس عذر دادن یک مسلمانی که خطااً، سهواً و جهلاً و اکراهاً در کفر میافتد، اگر که این را عذر دادن جهمی گفتن باشد، یعنی که جهمی بگویی یا عذر دهنده هایش را مشرک بگویی، پس در دنیا تو ای ابو تکفیری شیخ الاسلام ابن تیمیه را مشرک میگویی، ابن قیم را مشرک میگویی، تمام علمای اهل سنت را تو مشرک میگویی، چطوری که شیخ البانی و ابن عثیمین و ابن باز را مشرک گفتی؟ پس تو اعتقادت همین است که همه اینها مشرک هستند. الله پناه دهد از این اعتقاد تکفیری و از این اعتقاد خارجی تو ای داعشی تکفیری جاهل گمراه. پس این بود ویدیوی صحبت بنده درباره سخنهای ابو تکفیری و درباره اینه که این تکفیر کرده است. چطور من گفتم که در سبتای گذشته هم این ما رو تکفیر میکرد، انا اکنون واضح و روشن و صریح آشکار کرد تکفیری بودنش را. این یک مسئله. و مسئله بعدی میخواهم درباره در داخل این صحبتش میگوید هر کسی که به طاغوت مراجعت بکند اون میگوید کافر است. ببینید دقت دید برادران، پس هر کسی که میرود از حکومت ها پاسپورت میگیرد در نزد ابو تکفیری اون انسان کافر است. پس شما کدام شما به پاسپورت هستید؟ از خودی ابو تکفیری شروع کرده، زیرا که مراجعت به گفتی این ابو تکفیری به طاغوت مراجعت کردید. یک مسئله. و در سود و پرکرار و زکس هر کدام شما زکس داشته باشید به اعتقاد ابو تکفیری کافر هستید، زیرا اینکه شما به طاغوت مراجعت کردید به اعتقاد ابو تکفیری. و هر کدام شما یک برادرتون، یک دوستتون، یک خیش تبارتون، یک همسایتون وقتی که در سود می افتد شما ادوکت میگیرید او را میخواهید از اون بیرون بکنید، اون را خلاص بکنید، پس شما به اعتقاد ابو تکفیری کافر شدید، زیرا اینکه شما مراجعت به طاغوت کردید با اعتقاد این ابو تکفیری جاهل. پس دیدید برادران این خطری که این ابو تکفیری و هم اعتقادان اینها دارن، خطر اینها را بعد از 5 سال و 10 سال شما اگر که اینها باقی بمانند، الله سبحانه و تعالی خوار و ذلیلشان نگردانید، اگر باقی ماندن، اگر الله رسواشان نگردانید، پس شما اینها را میبینید چی خطری بزرگ بالای جامعه اسلامی میاره. چطوری که استادان اینها تمام عالم های اهل سنت را تکفیر میکنن، چطوری که خود این ابو تکفیری از حال شروع کردگی است از شیخ البانی و ابن باز و شیخ عثیمین را تکفیر کردن و عذر دهندگانی انسان جاهل، مسلمان جاهل را که در ممانعه های دینی می افتد اونها را عذر دهندهاش همش مشرک می داند. چطوری که شما این را حالا دیده استادید. الله تبارک و تعالی زودتر این طایفه خبیث را از بین ما و شما دور بکند که بالای ما و شما مسلمان ها خباثت و خطرش نیامده. الله تبارک و تعالی اینها را زودتر از بالای ما بردارد. آمین یا رب العالمین. پس برادران عزیز و مهربان، این بود جواب بنده محمد شریف عبدالعلیم و در اینجا صحبتم را به پایان میرسانم و در آخر گفتنی هستم ای ابو تکفیری، اگر تو مرد هستی، اگر تو وجدان داری، اگر تو ایمان داری، برآمده خیانت های علمیت را اثبات بکن، برآمده غلطخوانی قرآن را اثبات بکن، برآمده غلطخوانی عربیت را اون ادوکتت نشید یک ادوکت دیگر بگیر اثبات بکن و تکفیر کردن عالم ها را اثبات بکن و تحقیری که پیامبر و صحابه و اینها را که کردگی هستی یا توبه بکن یا که بیا اثبات بکن که مردم توی جاهل گمراه را بشناسن که تو اصلا دشمن دین هستی، نه اینکه خدمتگار دین. تو اصلا دشمن اهل سنت و الجماعت هستی،
نه اینکه یکی از پیروان اهل سنت و الجماعه. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.